بعض طلاب کرام تصور داره طریقت کار مستحب است، وقت ما را ضایع میسازه، ما از مطالعه میمانیم، منطق از پیش ما میمانه، حکمت خوب نمیفهمیم، نحو را خوب درک کرده نمیتانیم، تا هنوز از صیغ و ترکیبات فارغ نیستیم، چرا تصوف کنیم؟ نه، بیچاره شدن، ندانستن که علم صفت باری تعالی طاهر است و استقرار است و جز از جای طاهر امکان نداره. اگر باشم ملا هم شود، خیلی ملای بی برکت می باشد، ملای بی اثر می باشد. از این جهت تصوف در بازه علم باز می گرداند. مجدد رحمت الله علیه می فرماید ظاهر بی باطن ناتمام ناقص است و باطن بی ظاهر نافرجام است، هر دو که جمع شود کبریت احمر است. امام احمد بن حنبل نامش میشناسی؟ صاحب مذهب است، محدث است، با صوفی کرام خلاف داشت. بسا اوقات طور میشه یک ملا با امرای صوفی کرام خلاف داره، بالاخره کوشش میکنه، تلاش میکنه، به حقیقت میرسه، یک توبه درست میکنه. یک ملا از در یوسف بود، آقا نامش بگیریم، مولای طاهر نام داره. سالهای متمادی گفتن یا رسول الله، گفتن شرکت، گفت میلاد پیامبر حرام قطعی است. چند روز پیش ای جذب و جنون میگه حالت صوفی کرامی اثر شیطان است، یک منکر قطعی 10 روز پیش یا 8 روز پیش با جناب حضرت مرشدی مولانا سے مبارک ملاقات کرد، حالت دیگرگون برش رخ داد. بالاخره یک شب او را میبینیم که از همگان پیش در میدان جذب وارد است، جذب میشه و حیران شدیم. چندین بار با مولانا مطیع الله سے مقابله ها داشتن و مناظره ها داشتن، مگر خدا هدایتشان کرد. امام احمد بن حنبل با صوفی کرام خلاف بود، اما اراده خدا چون به دوستی امام احمد بن حنبل رفته بود. در حلقه درس نشسته بود، روزی چند تن آمدن از رجال الغیب. طلاب شاید اساتذه اذهان شما را به دیگه طرف ببرن، رجال الغیب در کجا می باشه؟ میگه قطعا وجود نداره. با یک شیخ ترکی در حرم الله ملاقات کردم، مرا گفت از کجایی؟ گفتم افغانستان. در عربی صحبت داشتیم. گفت چرا اینجا را به نشست اختیار کردی؟ گفتم این مصلی امام ابو حنیفه است، به خاطر میشنم اولیاء الله می مشایخ می آید. او هم شیخ طریقت بود، ترکیه بود. در گوشم نزدیک خان گفت اینجا رجال الغیب هم می آید. گفت اینجا رجال الغیب هم می آید. چند تن از رجال الغیب آمدن که امام احمد بن حنبل اونا را نمیشناسن. 6 تن. گفت امام سؤال داریم. گفت بفرمایین. امام مجتهد علی الاطلاق بود، همه جوابها پیش از او حاضر بود. سؤال کردن، پاسخ دادن نتوانست، حسر شد. امام احمد بن حنبل بسیار در حیرت رفت. گفت امام جواب دادن نتانستی؟ گفت بله. گفت پشت صوفیه گپ زده میتانی؟ بیا که خیلی بپریم به هوا. پیر معنا یک دفعه به هوا پریدن. طالبان شما پریده میتانی؟ دوستای خدا به هوا رفته میتانه. یک مولوی یعقوب خواندیم، کدام حاشا به یادتانه که کرامتن اولیاء کرام میپره؟ اولیاء کرام در هوا میره، پیر معنا بپر به امرای ما، با هوا بریم. امام احمد بن حنبل به خود بیچاره شد، گفت ما پریدن بسیار دور است دیگه، اینا پریدن. با خود درک کرد که انکار صوفیه لازم نیست. پسرش از دوره حدیث فارغ شد، گفت پسرکم برو به پیش صوفیه. گفت چیکار کنم؟ عالم شدم، دستاربندی کردم، فاضل حالا باید مدرس باشم. به اصطلاح شما مدرس اجلی که قاضی و حمدالله را درس بگوید، به هیچ کس تندیم نباشه، اگر 6 ماه جرابش از پایم نکشه پروا ندار، نمازم نخوانه، منطقه یاد داشته باشه، اشارات خوب درس بگوید. درست؟ همچون علما هم داریم. چی باید کرد پیش صوفیه رفتن؟ صوفیه چه کار میکنه؟ گفت پسرکم از پیش ما علم آموختی، به خدا قسم که طرز عمل را صوفیه یاد دارن، برو که طرز عمل به علم یاد بگیری، برو که طرز عمل را از صوفی کرام یاد بگیری. ما طرز عمل را به افتخار میگوییم از حضرت سیدنا سیدی و سندی و معتمدی و وسیلتی الى الله المنان
حضرت اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه رعایت کرد. اگر قسم بخورم حانس نمیشون که طرز عمل را ایشان برای ما یاد دادن. روزی یک بحث داشتیم علمی، بعد از نماز صبح بامداد تا به وقت اشراقم ناوقتر شد. بعد از اشراق خواندن به طرف خانقاه می رویم. طالب العلم هستم، در مسیر را می رفتیم. یک دفعه دور خورد، گفت به می علمی که همی لحظه داری اگر به پیشم می آمدی اصلاحت مشکل. از این خاطر است که توجه خاصی به تربیت علما داشتن. عالمی که عالم میشه بعد از آن به تربیه تصوفی ضرورت دارد. طلاب گرامی، بهتر است برایتان که مرشد داشته باشید، شیخ داشته باشید، عقیده سالم داشته باشید، عقیده نیک داشته باشید و در تلاش باشید. در تلاش باشید که همه نعمات الهی چه ظاهری و چه باطنی در خدمت درویشان، در خدمت دوستان الله تبارک و تعالی. جناب قاری صاحب محترم آدم نیکی است، خوبی هست. اینجا در سمنگان علمای اعلام داریم، علمای خوب داریم و اکثرا علما و طلاب ولایت سمنگان این خوشنصیبی است که در این حلقه صیفیه داخل هستند. اما یک عالمی که ضرورت داره شهرت داشته باشه، عزت داشته باشه، ارتقا داشته باشه، همه چیز با خود داشته باشه، مگم نداره. اما قاری صاحب داره. به خاطر چی داره؟ به خاطر اخلاص، به خاطر وابستگی به امرای صوفیه کرام، به خاطر اخلاص و خدمت برای صوفیه کرام. برکت این بزرگواران است. کسی که به خدا نزدیک شود، حدیث است، از الفاظ در می گذاریم. کسی را که الله تبارک و تعالی به دوستیش قبول کنه، برای حضرت جبریل اول اعلان می داره: ای جبریل فلان ابن فلان را به دوستی خود قبول کردم. برای همه ملائکه آسمان اعلان کن که همگان دوستی برای به دوستی بگیرن. همه ملائکه به دوستی میگیرن. بعد از آن از ملائکه الهام می شود و آن ملائکه در زمین قرار دارد و اونا مأمور هستند که محبت او را در قلوب دیگران القا کنند. الا اشقیا محروم هستند، اشقیا محروم هستند از این محبت. دوست الله را همگان دوست دارد. جناب سیدنا اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه مبارک در تمام روی زمین مخلصین داره، مریدین داره، خلفا داره، مسترشدین داره، محبین داره در تمام روی، عربا و عجما، شمالا و جنوبا، شرقا و غربا. اما کسی که بگویم مثلا یا هستم رفتم امارات، عربی ممالک، ایران، دیگر ممالک و از ممالک غربم دیدیم که به ایمان مشرف شدن و بعداً به پایه ولایت رسید. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خداوند بخشاینده. مگر طلاب از برای تصفیه ذهن شما یک چیزی بگویم. گاه و ناگاه در ذهن شما خط خطور کرد فلانی مولوی صاحب بسیار خود ملاست، مخالف مبارک صاحب است. شاید مبارک صاحب باطل باشه، نه. در یهود مولای مشهور کعب بن اشرف و ابا رافع، مشهور اعلام یهود، داناتر به وصف پیامبر علیه السلام، مگر اشهد منکرین محمد رسول الله علیه السلام. اگر به تاریخ رجوع کنین، منافقین مدینه بر اساس تلمذ علماء یهود با پیامبر علیه السلام مخالف شدن. عوام که از اولیاء انکار میکنه به اثر صحبت علماء سو میکنه. حدیث بیاد دارین که پیامبر علیه السلام میفرماید بهترین مردمان زیر پوست آسمان علماست و بدترین مردمان در زیر پوست آسمان هم علماست. جای سؤال است. یک علما بس معلوم نشوه که دو جنبه داریم، عالم سو، عالم وارث. علمای سو مخالف مشایخ کرام هستند، وگرنه اخونزاده سیف الرحمن بدون تلقین ذکر اله العالمین، بدون تشویق و اتباع سنن سنی محمد رسول الله علیه السلام، بدون اصلاح امت و بدون مقابله و جهاد اعظم در مقابل فرق الضاله، پنجپیری و وهابی و سلفی و جبری و تبلیغی و قادیانی و پرویزی و جز از این شیخ طریقت
تا هنوز به عنوان پیر کس در مشاهده ندر آمده. همگان در تلاش عزت هستند. این مجاهدینی که امروز مبارزه دارند از اثر توجه شریفه و عنایات منیفه ایشان است که در عالم دست بکار هستند و مقابله ها دارند و حمایت از مذهب حقی حضرت امامنا الافخم والاعظم ابو حنیفه النعمان علیه صحائف الرحمة والرضوان دارند. اثر توجه است. دیگر نصیحتی که به فکرم در آمد، طلاب گرامی، همیشه از انکار از اولیاء خدا اجتناب. انکار و دشمنی اولیاء زهر قاتل، سم قاتل و زهر افعاد. امام ربانی میگوید سم قاتل زهری که بخوری تو را بکش. انکار از اولیاء کرام به این منزلت است. چه جایزی که بعضی از طلاب بیبا تمسخر علیه اولیاء کرام ده. درست رای ولایت، رای حقیقت است. بعضی آثار هست که شرط از برای حصول ولایت نیست، اما از جمله ثمرات است و مانند وجد و حال. یک صوفی از جای خود میخیزد میرقصد. تصور کن که حضرت جعفر طیار در حضور محمد رسول الله یک چرخ به پای خود زد. رجوع کنیم به الحاوی فتاوی جلال الدین سیوطی. اشبهت خلقی و خلقی وقد ثبت رقص جعفر بن ابي طالب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا اصلا في رقص صوفیه. یک سؤال دارم طلاب، ملایی که امروز ما در زیر پوست آسمان داریم، کدام یکی از ایشان به عقیده تو به مثابه جلال الدین سیوطی است؟ بگو. این فیصله عادلانه هست. هیچ ملای ما به منزله امام سیوطی نمیرسد. مطالعه در کار است، درک حقایق را باید کنیم. انکار از صوفیه ما داشته باشیم که خزانه ایمان را به تاراج میبرد. عقیده خوبی داشته باشیم. چی خوب میگوید و سلامت فی تسلیم حال القوم. سلامتی عقیده، سلامتی ایمان، سلامتی احوال در تسلیم احوال صوفیه کرام است که تو علم نداری، بیا به طرف ابن عابدین شامی دعوهم مع الله یفرحون بذلك. بگذار او یک صوفی که در حالت رقص است. کسی از پیش سوال کرد گفتی رقص در دین جواز دارد؟ طلاب، ما صوفی امروزی را نمیگویم، 700 سال قبل صوفی را نام میبرم. حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه گفت ایچ که تو میرقصی این رقص جواز داره. او در جواب چی میگوید؟ امرای خدا راز میکنه دققنا الارض بالرقص على لطف معانیک ولا عیب على الرقص لعبد هائم فيك وهذا دقنا الارض اذ كنا يناديك. الها ما زمین را با پای خود کوبیدیم، رقص کردیم به خاطر ازی که ما شیسته عشق و عیب برای او انسانی نیست که او در عشق تو مست شود و برقصد. و این که ما می رقصیم خدایا به خاطری که به تو صدا می زن، به تو ندا می زن. طلاب مخندید بر آنانی که اونها دیوانه های خداوند متعال هستند. اونا در عشق خدا رفتن و خدا در کتاب مشاهده کردن. حضرت پیامبر علیه السلام، ما گفتم پشت تحقیقات نمیگردم، امروز صوفیانه صحبت دارم. پیامبر علیه السلام با جبریل به عرش معلا میرسد، نسیمی خوشی میفرماید به مشامم رسید. گفتم ای جبریل این بوی چی است؟ تعطر از چی است؟ گفت نمیدانم. خدا برایش میفرماید این تعطر از آه و ناله و فریاد سوختگان من است که از عشق من صدا میزند. هر آهی که میکشد و جز که به عرش نرسد استقرار نمیکند. و این حملت العرش فقط به مشامشان بوی آه و فریاد عشاق من میرسد.
و می آسایم.